به درستی که کتاب هایی که پیش از قرآن نازل شده اند از کتاب های سابقه بر امتان پیشین، بر پیامبران پیش از محمد صلی الله علیه و سلم، همگی در تحریف و تغییر قرار گرفتند. بسم الله. اما کتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزوله ما ينسخها ويبين ما حصل فيه من تحریف و تغییر. اما کتاب های سابقه پیشینه باشد، کتاب هایی که بر امتان پیشین نازل گردیده بود، همگی از آنها کتاب های موقتی بودند، موقتی، و حفظ حمایه آنها را الله سبحانه و تعالی بر ذمه خود نگرفته بود. فقد وقع فيها التحریف و الزیادت و النقص. بنابراین در این کتاب ها تحریف و تغییر و زیاده و نقصان به وجود آمد. پس کتاب های آسمانی گذشته همه این موقت بودند با وقت و دوام آن رساله که بر رسولان علیهم السلام فرستانده میشد. از قول پیامبر صلی الله علیه و سلم: و کان النبی یبعث علی قومه خاصة فبعثت الى الناس عامه. که از برای مردم پیامبران از برای قومش خاص فرستانیده میشد، اما من باشم برای تمام مردم عام فرستانیده شده ام. یعنی با نازل شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم با این قرآن، تمام کتاب های آسمانی حکمشان از بین برده شد، نسخ کرده شد و بیان کرد رسول صلی الله علیه و سلم با واسطه قرآن آنچه که در این کتاب ها از تعریف و از تحریف و از تغییر با وقوع افتاده بود. و در این کتاب های سابقه اصل آنها بر دوامیت نبود، تنها از برای یک قوم موقت بود. همه بود که الله سبحانه و تعالی فرمود: استعیذ بالله من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه. گروه از یهودیان سخنان را از جایگاهشان دیگرگون کرده و می گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم. این یهودی که این کتاب ها را تحریف و تغییر دادن، اینها جرأتشون بر الله و بر رسول الله خیلی بر زیاد بود. العیاذ بالله. که وصف میکردن الله را به نقص، به ناقصی، بر عیب، در حق انبیاها طعنه ها میزدن، آنها را میکشتند و خون آنها را حلال میکردند، کتاب ها را نابود میساختند و تغییر میدادند داخل این کتاب های آسمانی را. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ویل بر آن کسانی بود که یکتبون کتاب الله، کتاب می نویسند، یعنی با دستان خود تغییر می دهند کتاب الله سبحانه و تعالی، سپس می گویند این از جانب پروردگار است، به خاطر یک ثمن خیلی اندکی، تا که دنیا را با خود به دست بیارند و بخرند. این است آن یهود خبیثه که دروغگوی هستند، کلام الله را تغییر داده در عوضش یک دنیا را میخرند. اگر هرچه که این مالکان و پادشاهان میخواستند اراده میکردند، بر آنها کتابت میکردند، میگفتند از جانب الله است، تا که یک مال رو یک چیز را به دست بیارند، تا که تمام مردم به فکر و اندیشه این حاکمان و راهبران و این بگیم که عالمان یهود با اندیشه آنها پیگیری نمایند و پی قدم بگذارند و در نزد این ملک ها و در نزد مردم یک جایگاهی را یا یک ریاست را به دست بیارند. پس آیا از این امت اسلامی، امت محمد صلی الله علیه و سلم، کسانی هستند که این کار را نیز انجام بدهند به مثل یهود؟ جواب بله، البته که از این امت هم هست کسانی که نصوص قرآن و سنت را تغییر میدهند به خاطر به دست آوردن یگام منزلت، یگام سلطت، یگام ریاست، یگام رضایت مردم یا کسی دیگری، که اینها را عالمان دولت میشمارند، عالمان سلطان ها میشمارند. این عالمان دولت و عالمان سلطان هستند. چون این گونه انسان ها سه قسم هستند. قسم یکم عالم دولت، یعنی عالم ها سه گروه هستند. یکم عالم دولت، یعنی کسانی هستند که نیز نگاه میکنند که دولت از اونها چی میخواهد، چی طلب میکند، آرزوهای آنها را اجرا میکنند، نصوص قرآن را بر فایده آنها تحریف و تغییر میدهند، آنچه که آنها میخواهند. دوم عالم امت است، یعنی عالم مردم،
هر سه که مردم مصلحت خود را بخواهند از برای آنها این کار را انجام میدهند. یعنی که همیشه از پی رضایت مردم هستند، نه رضایت الله سبحانه و تعالی. تغییر میدهند نصوص قرآن و سنت را با آنچه که مردم بخواهند و موافق اندیشه آنها کار و فعالیت میکنند. سوم، عالم ملت. و این آنگونه عالم است که از نصوص قرآن و سنت همیشه صحبت میکند و رضایت کسی را نمیخواهد جز پروردگار. این از عالم ربانی. همین است که الله سبحانه و تعالی آنها را گفت کسانی هستند که تغییر میدهند کلام الله را از موضع خودشان به خاطر رضای مردم و به خاطر رضای حاکمان و رهبران، که این دو صفت در آن حق آنها داخل می شود که الله فرمود یکتبون کتاب بایدیهم، با دستان خود کتابت میکنند، ثم سپس میگن این از جانب پروردگار است، این از الله، این از قرآن، این از سنت، این از دین اسلام. تو که یک منصبی را، یک کسبی را، یک چیزی را از دولت یا که از مردم بخواهند و مقامی را به دست خود بیارند. الله فرمود فویل لهم مما کتبت ایدیهم، این وعید است، تهدید است، وای بر حال آنها که با دستان خود تغییر دادند کلام الله را. و ویل لهم مما یکسبون، و وای بر حال آنها آنچه را که به دست میارند از جاه، مکانت و منزلت، که در آخر یک نتیجه بد است از برای مردم، از برای خود آنها، از برای همگی در گمراهی افتادند و نجات خیلی دشوار است. این آیت دلالت بر آن میکند که در کتاب‌های پیشین تحریف و تغییر واقع شد. یکتبون کتاب بایدیهم، با دستان خود کتاب را می‌نویسند، سپس میگویند که این از آن پروردگار است. و الله سبحانه و تعالی می‌فرماید استعیذ بالله قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون كثيرا. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، کتابی را که موسی برای روشنایی و هدایت مردم آورد، که آن را برای او نازل کرده بود، آن را بر کاغذها نوشتید، پاره از آن را آشکار ساختید، ولی بیشترش را پنهان نموده اید. این آیت هم بیانگر آن است که علماهای یهود پنهان میکردند کلام الله سبحانه و تعالی را، خواسته مردم را، خواسته سلطنت و سلطانداری را پیشگیری میکردند، نه اینکه خواسته الله سبحانه و تعالی را بر جا بیاورند. و نیز الله سبحانه و تعالی میفرماید و این منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. و در میان یهودیان گروهی هستند که زبان خیش را در وقت خواندن کتاب کج میکنند، یعنی قصداً غلط خوانی میکنند تا گمان کنید که آنچه که میگویند از کتاب الله است، در حالی که از کتاب الله نیست، و میگویند این از جانب الله به موسی آمده است، حالان که از جانب الله نیامده است. برای دنیا شده دانسته بر الله دروغ میبندند. یعنی معنای این آیت این که گروه از مردم از یهود هستند که در وقت خواندن کتاب زبان خود را کج میکنند، یعنی تحریف میکنند. تحریف میشود دو قسم، تحریف معنوی و تحریف لفظی، چونه که بیان کرده بودیم. و برخی از علما گفتند که تحریف لفظی یعنی که یکم نصوص دیگری رو به مانند حدیث رو مثل قرآن تلاوت کردند، که گوش کننده گمان می‌نماید که این قرآن رو تلاوت کرده شده است، یکم چیز دیگری رو هم. و این تحریفگران یقولون علی الله کذب، بر الله دروغ میبندند، آنچه که بر الله نازل نکرده است میگن این را الله نازل کرده. و الله سبحانه و تعالی فرمود ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. برای هیچ انسان سزاوار نیست که الله بر او کتاب و حکم و پیامبری دهد، سپس به مردم بگوید به جای الله بندگان من باشید،
بلکه سزاوار پیامبران این است که بگویند به سبب آنچه که تعلیم میدهید و درس میخواند بندگان الله باشید. مادام که این عبادت کردن لایق پیامبران نباشد، پس به هیچ مردم به طریق اولا شایسته عبادت کردن پیامبران و کس دیگری شایسته نیست. این آیه کریمه رد بر نصارا هست که عیسی علیه السلام را فرزند الله گفتند یا اللهش گفتند، گمانهای بد نسبت پروردگار زده اند. ما کان لبشر، برای هیچ انسان سزاوار نیست که الله بر او کتاب و حکم و پیامبری دهد سپس بگوید که بجای الله بندگان من باشید. یا اینکه این آیت رد بر صوفی هست که خود را مقام اله را دادن، در پیش آنها سجده میکنن، از آنها دعا و کمک یاری مدد میطلبند. اعوذ بالله. این آیت بیانگر آن است که ناممکن است از برای بشریت که مقام اله را به خود کسب نمایند. این تماما ناممکن است. سختترین مردم در بیان باز و معنی داشتن مردم از غلو کردن این پیامبران هستند که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اجعلتنی لله ندا، هنگامی که مرد بر او گفت ما شاء الله و شئت، آنچه که الله خواست و تو بخواهی، گفت آیا تو مرا با پروردگار شریک قرار دادی؟ بل ما شاء الله وحده، بلکه تنها الله بخواهد. تمام پیامبران مردم را از شرک نمودن باز می‌دارند و به سوی توحید دعوت می‌نمایند، به سوی تحقیق نمودن توحید و کمال رساندن آن، و مردم را دور می‌سازند از وسیله هایی که به سوی شرک و سوی عبادت غیر الله می‌رسد. و از این آیت برمی‌آید که کسانی که میراثبر پیامبران باشند، کسانی که اولیای الله باشند، کسانی که عالمان ربانی باشند، مردم را تنها برای عبادت الله سبحانه و تعالی دعوت می‌نمایند و مردم را از کفر و شرک و گمراهی و ضلالت باز می‌دارند، نه اینکه به سوی عبادت خود یا که دیگر کسان دیگر سو دعوت نمایند. تنها حاکم الله را و کتاب الله را و رسول صلی الله علیه و سلم را سنت او را قرار می‌دهند و بس. و علماهای ربانیین هرگز و هرگز مردم را به سوی خود دعوت نمی‌کنند و نمی‌گویند که ما را عبادت کنید و در پیش ما سجده و رکوع و تعظیم سر تعظیم فرود بیارید. هرگز ممکن نیست. کسی که به سوی این دعوت نمود بدون که وای گمراه ترین مردم است. الله می‌فرماید يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب منير. ای اهل کتاب، پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم نزد شما آمد تا بسیار از کتاب الله را که به مردم عادی و به سواد پنهان می داشتید، به مانند صفاتهای پیامبر صلی الله علیه و سلم، آیات رجم و غیر از اینها که بیشتر است، برایتان بیان کند و از بیان بسیار چیزهایی که حکمت در آن نیست صرف نظر کند و درگذرد. همانا از جانب الله نور، یعنی اسلام و کتاب صریح و آشکار قرآن بر شما نازل شده است و واسطه آن از تاریکی، از بیسوادی به نور علم و دانش هدایت روشنی قدم بنهید. در این آیه کریمه مراد از رسول این پیامبر صلی الله علیه و سلم که صفات او را پنهان کردند، آیه های رجم و غیر از اینها را پنهان کردند از مردم، خواسته خود را به مردم ترغیب کردند. پنهان کردند که موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام آنها به سوی توحید، به سوی یکتاپرستی دعوت کردند و مردم از کفر و شرک و بدعت به سوی هدایت راهنمایی نمودند. همه این را پنهان کردند. رساله های اصلی اسلام را پنهان نمودند و مردم را به سوی عبادت خود و غیر از اینها دعوت کردند. همه این آیه ها دلالت بر آن نه کتاب های سابقه در آن تعریف و تغییر تبدیل واقع شده است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.